خب سلام دوباره خدمت همه دوستان بازی کلش رویال. بریم که داشته باشیم یه بازی آموزشی رو. تو این بازی نکات زیاده میگم، ولی نکته هستی که میخوام توجه کنید حمله متقابله، یعنی بلخص در مقابل گله. یعنی دستی که گلمی باشه و گلم توش باشه باید با حمله متقابل روند بازی ببرید و الا این گلم اینقدر قوله. من دوتا گفتم قلم قوله سه بار پشت سر هم اگه تونست بگه این گلم اینقدر قوله که اگر اومد جلو دفاع کردنش کار از فیل اصلا نیست نشدیه. بلخص برای همچین دسته شما بشینی به حمله، دیوانه‌وار بشینی به حمله. حالا که طرف قراره با این گلمی که گذاشته و 8 اکسیر خرج کرده قبل از اینکه اکسیر زیاد شه یه خونه از تو بگیره، تو خونه تو بگیر تا ببینیم خدا کریمه چی میشه. حالا میتونیم دفاعش کنیم یا نه. ببینید من اگه میخواستم همون اول دفاعش کنم نمیتونستم، چون هم تیر داشت، همین مگا مینیونه رو داشت، هم اصلا دیست پلش نمیشه. باز خوبه که من یه خونه گرفتم و تو این نقطه از بازی جلو افتادم. این خونه رو هم که خب من طبیعتا دادم، به درازشم یه خونه گرفتم، چیزی از دست ندادم، ولی اینجا یه چیزی به دست آوردم. اینه که حالا نوبت دست منه. عوامل حمله دست من همه شارژ و آماده است، اون کارتش همه دفاعیه و آپشن حمله ایش کمتره. خب اینجا حمله یه ریز شروع میکنم، چون میدونم طرف قراره گلم بذاره و راهزنو گذاشتم. باز من باید حمله کنم، ناچارم به حمله. خب این خیلی اتفاقه بدی بود برا من، چون من گردبادش هم ندیده بودم، اصلا نمیدونستم گردباد داره و خیلی کلا حمله‌مو جمع کرد دیگه. از اون طرف دیگه هم خب این ناچار شد که یکم اکسیر خرج کنه و من اینجا با این اینفرنو درایه خوب حال گلمشو گرفتم. باز این مگا مینیون کثافت زد، خیلی دمیجش بالاست لعنتی. یعنی بلرزین وقتی اینا میزنن 4 ستون آدرتون باید رعشه بیفته. فقط جمعش کنین، یه رقم رو جمعش کنین، چون خیلی دمیج داره. خب بازی از عقب که دفاعی از عقب رو براتون قبلا توضیح داده بودم. اینجا یه ارتش اسکلت خیلی خوب و حرفه‌ای، حالا بعداً توضیح میدم که استفاده از ارتش اسکلت و کلا کارتای چند تایی چجوریه. اینجا ارتش اسکلت رو گذاشتم، ببینید دیگه توجه بفرمایید. ارتش اسکلت رو یه طوری گذاشتم که این فشوش تکامل یافتش از بین بره و بعد ناچار شد کلی اکسیر خرج کنه که این ارتشو بگیره و لامبرجکش هم چوب بارش هم پوکید. باز دوباره من اینجا اشتباه کردم، یعنی اشتباه که نمیشه گفت، چون من ناچار بودم. چرا؟ چون این مینی پکار اگه همون جلو میذاشت، مینی پکای تازه از اون طرف حمله میکرد به من و شروع میکرد به من حمله کردن با مینی پکاش. من دیگه توان جمع کردن مینی پکار ندارم. الان فرصت مناسبیه که رویال جاینتامو بازی کنم، چون که این طرف لامبرجک گذاشته و حداقل میدونم یه برهه‌ای ولو به چند ثانیه از مینی پکا خالیه. الان دیگه مینی پکاش هم بذاره فایده ای نداره، چون چندین دمیج افتاده رو سرشو. کارش تموم شد. خیلی مقتدرانه و بوتدار این بازی به اتمام رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. برای دریافت آموزش‌های خصوصی، حالا چه هنر دستسازیه، چه سبک بازیه، چه اشکالات ریزیه، مثلا یه سری اشکالای خیلی ریزی دارن، یه نکات کوچیکی میخواد بازشون تا کاپاشون بره بالا و پیشرفت کنن، اینا به آیدی لیونل پیام بدین در تلگرام تا دقیق بررسی بشه و از آموزش‌ها بهره بگیرید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.